انسان مومن از آن جایی که تقسیم روزی را از مقدرات و تقدیر الهی دانسته، از تخاصم و تملک بر اموال دیگران خودداری نموده و مطابق عقیده و دستورات قرآنی به قضای الهی تسلیم می باشد. فلسفه روزی در باور و عقیده یک مسلمان: اول، یکسان نبودن مقدار روزی. ترجمه: و خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر در روزی برتری داده است. پس کسانی که برتری داده شده‌اند رزق خود را بر زیر دستان خود رد نمی کنند تا همه با هم برابر شوند. پس آیا نعمت خدا را انکار می کنند؟ دوم، دست نیافتن به روزی بیش از مقداری که تعیین شده است. ترجمه: خداوند برای هر کس از بندگانش که بخواهد روزی را می گستراند و یا تنگ می سازد. همانا خداوند به هر چیزی آگاه است.